معجزه جانشین عقل است. اگر نظریه امامت بعضی از نصوص را درباره امامت علی بن ابی طالب عرضه می دارد، اما این نظریه فاقد هر گونه نصی درباره بقیه ائمه می باشد. لذا صاحبان این نظریه از وصیت‌های عادی امامان به عنوان دلیل امامت استفاده کردند و آن را جانشین نص قرار می دهند و احیانا حتی دارای وصیت عادی نمی باشند، آنگاه متوسل به دلیل معاجز غیبی می شوند و آن را جانشین وصیت قرار می دهند. چنانچه مثلا در مناظره هشام بن الحکم با مردشامی که در فصل پیش ذکر آن رفت، دیدیم که قوی ترین دلیل اقامه شدن برای اثبات امامت صادق بازگو کردن غیبی جزئیات سفر مردشامی از سوی امام صادق بوده است. هشام در طول این مناظره به هیچ حدیثی از پیغمبر برای اثبات امامت جعفر صادق استفاده نمی کند، بلکه کوشش می کند مردشامی را با نشان دادن معاجز امام متقاعد سازد. دلیل این امر این است که در آن دوره هنوز نظریه مذهب امامیه که امامت هر 12 امام شیعه را بر گفتار و نص احادیث پیامبر با ذکر نام مبتنی می سازد هنوز متبلور نشده بود. استناد به معجزات غیبی جهات اثبات امامت در بسیاری از کتاب‌های نخستین متکلمان شیعه تکرار شده است. شیخ مفید در کتاب الثقلان پس از آنکه ضرورت عصمت را بیان می کند می گوید اگر این اصول را ضروری بدانیم، پس باید بپذیریم که تشخیص دادن امام از دیگر افراد رعیت تنها از طریق نص و یا معجزات خارق العاده امکان پذیر است. سید مرتضی در کتاب الشافی نیز در این باره اظهارات مشابهی را بیان می کند. شیخ طوسی در تلخیص الشافی نیز معجزات دال بر امامت را تنها به جای حدیثی که امام را به نام ذکر می کند برای تشخیص امام مجاز می داند. علامه حلی در کتاب نهج الحق نیز در اظهارات مشابهی می گوید اثبات امامت از دو طریق صورت می گیرد، یکی با نص از طرف خداوند یا پیغمبر یا امام قبلی است، دیگری مشاهده معجزات امام است. نظریه پردازان مذهب امامیه نیاز به تشخیص امامت از طریق معجزه را نخستین بار در اثبات امامت علی بن الحسین امام سجاد احساس کردند، چرا که در هنگام نبرد کربلا حدیثی از امام حسین در مورد فرزندش نقل نشده بود. وصیت امام حسین آنچنان که امام باقر و امام صادق بازگو کردند گویا خطاب به خواهرش زینب یا دخترش فاطمه تنظیم شده بود. از سوی دیگر در آن هنگام ادعای امامت و وصیت از سوی محمد بن حنفیه و کنارگیری امام سجاد از صحنه مسائل سیاسی باعث گرایش گروه بسیاری از شیعه به سوی محمد بن حنفیه شد. از این رو نظریه پردازان مذهب امامیه که بعدها امامت را منحصر به فرزندان امام حسین دانستند، برای تسلسل امامت و مقابله با کیسانیان و حسنیان ناگزیر بودند استدلال دیگری را مطرح کنند. بدین ترتیب وقایع نگاران امامیه در روایات خود صحنه از مناظره امام سجاد با عمویش محمد بن حنفیه را تصویر می کنند که در آن محمد برادرزاده خود را به پیروی خود فرا می خواند، اما امام سجاد او را برای حکمیت نهایی در مورد اقامت دلیل به نزد حجر الاسود در کعبه می برد. طبق این روایت سرانجام حجر الاسود معجزه‌وار
یکباره به زبان عربی فصیح به سخن می آید و امامت علی سجاد را تأیید می کند و از ابن الحنفیه طلب تبعیت به او می کند. در زمینه اثبات امامت امام باقر، امام صادق، امام کاظم و شماری از امامان دیگر نیز هر جا که نصوص مورد چندان محکم به نظر نمی رسید و یا اینکه وصیت‌نامه‌های عادی تنظیم شده برای امامت و خلافت فرزند دلالت مستقیمی در پی ندارد، چندین داستان‌های اعجازی به این امامان نسبت داده شده است. از جمله آنها میتوان به روایت‌های نقل شده از ابو بصیر اشاره کرد. میتوان گفت که نظریه پردازان مذهب امامیه به تدریج معجزات غیبی را در اکثر موارد به مهمترین و قویترین دلیل اثبات امامت تبدیل کردند.